با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. قرارداد 25 ساله ایران و چین از دیدگاه بسیاری سندی است که به نفع چین امضا شده و کشور ما را در 25 سال آینده به نحوی تحویل چینی ها میده و منافع ملت ایران بیشتر زیر سوال رفته. اما وقتی که این موضوع به مناطق جنوب ایران به ویژه سیستان و بلوچستان و هرمزگان و مناطق جنوبی میرسه، به نظر میرسد که فعالان سیاسی و مدنی نگرانی بیشتری رو در این زمینه دارند. از همین الان من اشاره کردم که صید ترال چینی ها در دریای عمان و آبهای خلیج فارس باعث بیکاری هزاران صیاد بلوچ در منطقه شدند. در زمینه نگرانی هایی که در این زمینه وجود داره، آقای مهندس رحیم بندوی از اعضای حزب مردم بلوچستان. آقای بندوی، وقتی که صحبت از افزایش جمعیت در سواحل مکران هست و نظام صحبت از این می کند که هدف از این افزایش جمعیت در سواحل مکران عمران و آبادی منطقه هست، فعالان سیاسی بلوچ ابراز نگرانی می‌کنند. همکنون هم که صحبت از قرارداد 25 ساله ایران و چین هست و نظام ولایت فقیه معتقد بر این هست که این قرارداد میتونه برای منطقه ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد کار بکنه و به عمران و آبادی منطقه اضافه بکنه. دیدگاه شما رو میشنویم. چه تأثیری میتونه این قرارداد 25 ساله بر مردم بلوچ و بلوچستان بگذاره؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و مهمان گرامی. ببینید، متاسفانه این قراردادی که جمهوری اسلامی ایران با چین بسته است، اگر یک نگاهی به اون سردر وزارت امور خارجه ایران بندازیم که با خط درشت نوشته شده است که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، واقعا میرسیم به این نکته که درجه دریوزگی جمهوری اسلامی ایران برای ماندن در قدرت به جایی رسیده است که همچین قراردادهای واقعا نمیدونم، کلمه نفرت انگیز شاید مناسب نباشه برای مسئله، میبنده که حتی مفاد این قرارداد رو مشخص نمیکنه. بنابراین جمهوری اسلامی ایران اینجا در وهله اول تأمین اون به قول معروف حیات خودش هست برای چند برحال سباهی دیگر از یک طرف، و از طرف دیگر با توجه به همچنین قراردادهایی که با یک همچنین قدرت‌هایی میبنده مثل چین و روسیه، عمدتاً تلاشش واقعا بر همین مسئله است که نتیجهش چیزی جز بیشتر ویران کردن ایران نخواهد بود. البته وقتی که شما صحبت از این میکنید که مثلا در سواحل بلوچستان قرار است عمران و آبادانی بشه و برحال بله، از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم، بله، شهرک سازی هایی که چین اونجا انجام خواهد داد، اما فراموش نکنیم که در کنار این شهرک سازی هایی که انجام خواهد داد، جمهوری چین نیروی نظامی هم از خودش در اونجا خواهد داشت. این یکی از اون به قول معروف اقلام درز شده از اون قرارداد هست. در این همچنین شرایطی که در واقع کنترل سیاسی و اقتصادی اون منطقه به مدت 25 سال در دست کشوری مثل چین باشه که از نظر محیط زیستی که شما اشاره داشتید به اون برحال مثل تورای ماهیگیری ترالی که چین به شکل قانونی شاید به این دلیل که جمهوری اسلامی بهش اجازه داده، ولی غیر قانونی از نظر اون قراردادهایی که امضا کرده در سطح بین المللی برای رعایت محیط زیست، کاملا مشخص هست که در طول این 25 سال از نظر اون پروژه های پتروشیمی که در اونجا اجرا خواهد شد، از نظر اون به اصطلاح سیستم های شهرک سازی که در اونجا خواهند داشت، محیط زیست بیشترین صدمه رو خواهد دید. این از یک طرف. از طرف دیگر با توجه به سیاستی که جمهوری اسلامی ایران از قبل از این قرارداد مطرح شده بود که میخواد حدود 5 تا 10 میلیون نفر رو از گوشه‌های مختلف ایران و به خصوص اون خودی‌های خودش در اون منطقه بیارد و به قول معروف در آنجا اسکان بدهد، این کاملا مشخص است که در این شهرک سازی هایی که با استفاده از این قرارداد توسط چین ساخته خواهد شد، در این شهرک سازی ها جایی برای مردم بلوچ نخواهد بود. بله، به یک شکلی بخوایم حساب بکنیم
در اون که در طول این ساحل از بندر عباس بخوام بگیریم تا بر بندر گواتر، در طول این ساحل که عمدتاً شهرهای برال بلوچستان هستن مثل چابهار و جاسکو، برال از اون طرف همون مینا رو بخوام در نظر بگیریم، همه اینها یک شکلی در واقع در اختیار همون هدفی قرار خواهند گرفت که جمهوری اسلامی میخواد این بافت جمعیتی رو در عصر وقت عملی بکنه و مسلما حضور چین در اونجا و به خصوص با توجه به جمعیتی خود چین هم در اونجا خواهد آورد کاملا کمک میکنه به این مسئله که جمهوری اسلامی هر زودتر به هدف خودش برسه. فراموش نکنیم یکی از مفاد این قرارداد که به شکل هم در واقع میشه گفت جاهای اشاره هم شده همین هست که چین در واقع توسط همون نیروهای نظامی خودش یا اگر توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی باشه اما با اون دستگاه‌های کنترل کننده چینی خواهد بود که ایستگاه‌های بازرسی خودش رو، یک سری شایعات هست که حدود 40-50 کیلومتر یعنی 10 کیلومتر از ساحل به سمت خشکی عبور و مرور بومیان رو حداقل کنترل خواهند کرد. یعنی اینکه در واقع در پایان 25 سال اگر چنانچه چین موفق نشود که به شکل خزنده این کنترکت این قرارداد رو تمدید بکنه، در واقع جمهوری اسلامی به هدف خودش رسیده به این شکل که در ظرف این 25 سال اون 5 یا 10 میلیون نفری رو که قرار هست بیاره خواهد آورد و همون پروژه های تخریبی که در ارتباط با محیط زیست جمهوری اسلامی داره و با کمک چین هم در واقع اینها رو بدتر خواهد کرد، به اون اهداف خودشون خواهند رسید. بنابراین آنچه که مهم هست بله یه مقدار به قول معروف تغییر و تحولات عمران آبادی در اونجا شکل خواهد گرفت، اما آنچه که صدمه خواهد دید از یک طرف مردم بلوچ هستند و از طرف دیگر اون جغرافیای بلوچستان هست با توجه به اون تخریب محیط زیستی که اتفاق خواهد افتاد. و فراموش نکنیم چین وقتی که اونجا بخواد بیاد با توجه به تجربه هایی که تا الان در سایر کشورهای دیگه هم نشون داده، در پایان قراردادهاش به شکل اون کشورها رو در واقع دیندار و وامدار خودش خواهد کرد که اون کشورها مجبور میشوند ضمن تمدید قرارداد حتی یک سری امتیازات هم در ارتباط با موندن چین بدن که چین بتونه ادامه بده. در کل چین با توجه به رقابت هایی که با بلوک غرب جهان به قول معروف سرمایه‌داری داره و اون خودش رو به عنوان یک جهان سوسیالیستی حساب میکنه، البته سوسیالیستی که در واقع به دنبال حرکت های امپریالیستی در منطقه هست. همچنان که ما بلوچستان رو در نظر داریم و میدونیم که جمهوری چین در واقع با دولت هایی مثل پاکستان و چین وارد قراردادهایی میشه که نهایتاً زندگی مردم بلوچ رو از نظر برحال به هر شکلی بخوایم حساب کنیم، از نظر اقتصادی و هم از نظر اون حاکمیت ملی که در واقع باید داشته باشن کمتر و کمتر خواهد کرد. در مجموع این قرارداد نه تنها بر ویرانی ایران که جمهوری اسلامی ویرانگر اصلی این ویرانی است خواهد افزود، بلکه در ارتباط با مردم بلوچ و جامعه بلوچستان و سرزمین بلوچستان بیشترین تخریب‌های محیط زیستی و بیشترین در واقع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی رو در ارتباط با مردم بلوچ شاهد خواهیم بود و این جریانی است که در هر صورت همچنان ادامه خواهد داشت. حالا ببینیم که سرنوشت این جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید با توجه به این غیر مشروعیتی که تا الان در منطقه و در جهان برای خودش به دست آورده و ببینیم روابطش با چین چگونه خواهد بود. آقای بندویی، اگر از تاثیرات سیاسی و اقتصادیش بگذریم به معنی اینکه خب طبعا حضور چینی ها در جنوب ایران به ویژه در بلوچستان تاثیرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خیلی مهم می‌خواهند داشت، چنانچه بحث تسلیحات و امنیت هم یکی از مسائلی است که در کلیات این قرارداد مطرح شده. کشور ما خب یک کشور مشخص هست، ایدئولوژیک هست و مبتنی بر نظام شیعی اثناعشری است و در کشور ما همیشه صحبت از این هست که در برابر شبخون فرهنگی غرب، در برابر استعمارگران باید ایستاد، مبارزه فرهنگی باید کرد. بحث اسلامی کردن دانشگاه ها داغ هست و مقولاتی از این قبیل که خیلی مطرح هستند.
اگر در بحث در واقع نگرش اسلامی به موضوع داشته باشیم و خواسته باشیم مقایسه بکنیم بین چین کمونیست که غالباً کمونیسم یا بودایی هستند، از دیدگاه اسلام و قرآن یهود و نصارا ترجیح دارند، ارجحیت دارند و برتریت دارند بر کمونیست ها و بودایی ها، برای اینکه یهود و نصارا حداقل اهل کتاب هستند و مشترکات بسیار بیشتری با اسلام و مسلمین و تشیع و این مقولات دارند. سوالی که خدمت شما میخوام مطرح بکنم این هست که تأثیر حضور چین به صورت خاص در سواحل بلوچستان و سواحل ایران بر دین، مذهب، اخلاق، تمدن، فرهنگ و زبان مردم بلوچ و بلوچستان و به طور کلی ایران و ایرانی چقدر خواهد بود؟ ببینید، آنچه که برای چین مهم هست اون منافع اقتصادی است که از این منطقه خواهد برد. من شخصا فکر نمی کنم در ارتباط با اصطلاح اون فعالیت‌های مذهبی، عبادات مذهبی و برای این گونه کارها چینی‌ها کاری داشته باشند. کما اینکه ما متوجه هستیم الان و خود شما هم شاهد هستید که در ارتباط با طالبان افغانستان همکنون چین در واقع رابطه خیلی حسنه‌ای با آنها را آغاز کرده که داشته باشد. حالا اینکه چه بر سر مسلمانان یگور در خود چین داره بر سر اونها میاره، اون یه بحثی است که به هر حال قابل توجه هست. مخصوصا بیشتر باید مورد نظر اون بخش از فعالان سیاسی حکومت‌هایی باشه که ادعای حکومت‌های اسلامی رو دارن، اون یه بحثی دیگه است. ولی در مجموع آنچه که چین به دنبالش هست، دقت بفرمایید مثلا فرض با در همین انگلستانی که من هستم، چین با توجه به توانایی‌های اقتصادی که داره تونسته بخش‌های زیادی از صنایع و تکنولوژی اینجا رو مخصوصا در ارتباط با ماشین‌آلات سازی رو بخره و در اختیار خودش داشته باشه. هیچ کاری هم به قول معروف با مناسبات فرهنگی که اینجا در درون این کشورها هست نداره، چرا که خودش با توجه به اون دیدگاهی که داره و به قول خودش به اصطلاح سرمایه هر چی کس همش باید در دست دولت باشه و دولت تأمین کننده اون مایحتاج‌های اولیه زندگی ساکنان اون سرزمین باشه، در اونجا همین سیاست رو داره به کار میبره. ولی در عین حال در داخل کشورهایی که رفته کاری به ساختار اجتماعی اونجا نداره و فقط به دنبال این هستند که چگونه در رقابت با سیاست‌های اقتصادی که جهان غرب داره بتونه به اصطلاح توجه اونها رو جلب کنه. در کشورهایی مثل ایران با توجه به تنش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در واقع با به هر حال جهان غرب داره الان، به دلیل اینکه به هر حال یک سیستم ایدئولوژیک عقیدتی هست و به دنبال به قول معروف به دست پیاده کردن اون عقایدی هست که داره، عقاید همون گروه خاص و همون فرقه خاصی که خودش باور داره هستش، همین هست که میبینیم که این تنش هست. با اینکه به اصطلاح حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران از نظر اون ساختار اجتماعی با ساختار اجتماعی که به اصطلاح در مقایسه میخوام بکنم در ارتباط با چین و در ارتباط با جهان غرب، بیشتر همچنان که شما اشاره داشتید به هر حال با این بخش از جمعیت انسان‌ها با توجه به همون اشاره‌ای که شما داشتید به ادیان به قول معروف اهل کتاب فرمودید هستند، اینا خب بیشتر به این طرف تمایل داره. اما میبینیم که چقدر تنش در همین رابطه است، فقط و فقط به دلیل همین که ایدئولوژیک هست و عقیدتی هست. چین با اینکه ایدئولوژیک و عقیدتی هست، اما خارج از خود اون کشور چین در هر کجا که رفته یا در هر کجا که داره میره سعی میکنه به اصطلاح ببینه از نظر اقتصادی چه منافعی رو میتونه نصیب خودش بکنه. و طبعا در ارتباط با این به دست آوردن منافع اقتصادی طبیعی هست که شما باید از حق یا حقوق اقتصادی اون بخش دیگه که طرف مقابل شما هست باید یک شکلی بگیری که نصیب خودتون بشه و از اونها در واقع گرفته بشه. آنچه که در ارتباط با تفاوت فرهنگی که مردم چین دارند در ارتباط با این منطقه، بخصوص توجه بفرمایید همین منطقه ساحلی که عمده جمعیتی که از چین اینجا خواهد آمد تحت برای نیروهای نظامی، نیروهای تکنولوژیکی و فنی،
طبعا اینها به اون فرهنگی که عادت کردند و فرهنگی به هر حال با اون بار آورده شدن ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی هم هیچ نخواهد گفت. و در عین حال هم وقتی که همچین حرکتی در اونجا شکل بگیره از نظر اجتماعی، ما بخواهیم یا نخواهیم این یک انعکاسی خواهد داشت، چرا که به هر حال این به قول معروف گفتگوی تمدن‌هایی که خیلی هم مدعیش هستن در ایران یک چیزهایی رو میده و یک چیزها رو میگیره. حالا در ارتباط با این که مردم ایران با توجه به این فرهنگ زورگویانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با زور شلاق و با زور سرنزه میخواد روشون حاکم بگردانه، من شخصا فکر میکنم تمایل مردم برای گذر از این گونه احکام زورگویانه‌ای که به اصطلاح یک سیستم، یک حکومت میخواد اینا رو عوض بکنه مقاومت خواهند کرد. این همین قضیه در ارتباط با بخش زیادی از مردم چین هم هست. وقتی که خارج از چین میروند تمام تلاششون است که خودشون رو به اصطلاح با اون شرایط جدید وفق بدن و یه جنبه‌های از اون زندگی اجتماعی جدید رو تجربه بکنن. من فکر میکنم که این تأثیر متقابلی خواهد بود، اما این که حالا این تأثیر متقابل در ارتباط با مردمی که در اونجا زندگی میکنند و با توجه به اون فرهنگی که شما اشاره داشتید از نظر دینی و مذهبی به هر حال تفاوت‌هایی هست، از نظر فرهنگ غذایی تفاوت‌هایی هست، از نظر به هر حال فرهنگ اجتماعی کلاً تفاوت‌های عمده‌ای هست در بین مردمانی که اینور زندگی میکنند و اونور. این میتونه ایجاد یک تنش‌هایی هم بکنه، اما با توجه به این که این قراردادی که بین ایران و چین بسته شده است احتمالاً اشاره‌هایی هم در ارتباط با این تنش‌های اجتماعی هم شده و من باورم این است که به یک شکلی پس از 25 سال است که میتونیم بشینیم و یه بازنگری بکنیم ببینیم که چه از دست داده شده و چه به جاش گرفته شده. و همیشه در ارتباط با مردم اون بخش از چین هم که اینجا خواهند اومد، برای مردمی که از چین اینجا میاد عمدتاً کسانی هستند که دارای حرفه و دارای یک سری تجربه ها هستند، ولی مردم ما دارن زندگی میکنند اینجا، در نتیجه به خاطر اون نیازهای زندگیشون هست که مجبور میشوند. من این نکته رو تاکید میکنم، بالاجبار در ارتباط با اون فرهنگی که چینی ها با خودشون در این منطقه خواهند آورد مجبور میشن که یه بده و بستان داشته باشن. ما بخوایم متشکر یک تأثیری برای متشکر و ممنون.